روزی مردی با همسرش تصمیم گرفت به دهکده دیگری برود. آنها یک الاغ داشتند. در راه اول زن را سوار کرد و خودش پیاده در کنار خر راه می رفت. مردم که دیدن گفتند نگاه کن، زن سوار شده و شوهرش پیاده راه می رفت. چی مردی زنجلیلی. مرد خجالت کشید، زن را پیاده کرد و خودش سوار شد. مردم دیگری گفتند چی مردی بیرحمی، خودش سوار شده و زن بینوا پیاده راه می رفت. مرد با تعجب گفت پس هر دو سوار شویم و با هم بالای خر نشستند. مردم گفتند عجب آدم های ظالمی، دو نفر با هم بر حیوان بیچاره سوار شدند. مرد و زن از خجالت پایین آمدند و هر دو پیاده شدند. خر را جلوی خود حرکت دادند. مردم خندیدند و گفتند عجب احمق هایی، خر دارند و خودشان پیاده راه میرند. در این لحظه مرد ایستاد، لبخند زد و گفت ای زن، دیدی در این دنیا هیچ کس از دهان مردم در امان نیست. پس بگذار کار خودمان را بکنیم و حرف هیچ کس را گوش ندهیم.